خاک دوست سر اون خانوم یا اون آقایی که به خاطر یه عشق و حال زودگذر، به خاطر یه جنس مخالف زندگی چندین و چند سالش در معرض خطر قرار میده و فکر میکنه طرف مقابلش هیچی نمیفهمه. بالاخره خدایی هست، کارمایی هست، جواب این کارو تو رو یه جوری میده که روزی 20 بار آرزوی مرگ کنی. این ویدیو رو دارم واسه کسی میگیرم که همین الان داره خیانت میکنه و فکر میکنه طرف مقابلش هیچی نمیفهمه. فقط چند ثانیه خودتو جای طرف مقابلت قرار بده، ببین میتونی تحمل کنی یا نه. واسم این ادا این بهونه ها تکراریه، نه دلم تنگ تو میشه نه دیگه جد خالیه. تو دلت جای یکی دیگه جز من، هر کی جز تو توی دنیام اومد و رد کردم. من اگه دل به تو دارم به خودم بد کردم. حوصلت واسه یکی دیگه جز من، اصلا تقصیر منه. زیادی خوبم تلفتر میکردی کنارت بودم. به من دلگرد بودی هوا چه سرد بود. همه جور راه اومدم حواست برد بود. اصلا تقصیر منه.